خب بسم الله الرحمن الرحیم. میم امروز دیت and time فانکشن یک چندانه باس میکنیم که چیکار میکنم، میفهمی یا نمیفهمی ببینیم. صحیح؟ اول از date. Return the number that represents the date in Microsoft Excel date and time code. Check so. سال 2015 است. مثال ماه هفتم است. تاریخ 25 سپاس. دیت جور شد یا نشد؟ اگر به این شکل جور نمیکنی این دیت فانکشن که است بیا equal date سال مثال 2000 کاما سلش ماه دوم روز دوم. date سلش name چی باید باشه؟ کاما باید باشه. date فانکشن است. date فانکشن می توانیم که از ماه، روز، سال مکمل یک دیت جور کنیم. دوام date value چی کار میکنه؟ converts a date in the form of text to the number that represents the date in Microsoft Excel date and time code. ببینی شاگردان equal data value کدام دیت؟ اینی دیت equal date value double quotation کدام دیت؟ اینی دیتا. دیت برای ما با شکل سیریال نمبر نشان داده و دیت در کوتیشن گرفتم. چی گرفتم؟ کوتیشن گرفتم. اگر به شاگرد شما اینجا دیت ان شارت دیت بگیری پس از این دیت جور میشه. اگر جنرال بگیری خود چیز نمبر است. چیز ازی نمبر است. خود دیت کود راست نمبرشان است. یا نو وقت ضرورت اگر میشد که در کدام جای در جای ازیما کمال دیت سیریال نمبرش بکار میشه این رو باید استفاده کنید. از این پس شما میتونی که اینجا دی کدام است از سیریال نمبر میبینی اینجا سیریال نمبر خواسته نخواست انتر تاریخ میگه چند است؟ 16. اگه اینجا بیم مانت سیریال نمبر ماه میبینی این سیریال نمبر پس خود فانکشن باید اکثر فانکشن باید شکل ببینی شاید دی استفاده نشه. ما برات روز اول گفتم it is used for specific work. یک وظیفه خاص انجام میده. وظیفه خاص و ضرورت خاص باز پیدا میشه. خارج خونه میتونه که از این کسی چی کنه؟ استفاده کنه. دی دی خب برات گفتم اکوال دی از چی دی میکشه؟ از این تاریخ 25 است. equal day از کدام تاریخ؟ از این تاریخ 28 است. بگردان است دی ما میتوانیم که بکشیم. روز ما میتونیم که از یک تاریخ بکشیم. یا دیز اینجا اتومات برات میگه که return the number of days between two dates
بین دو تاریخ از لحاظ 365 روز چی میکنه؟ فرق چه چند روز بین دو تاریخ تیر شده. مثال یک تاریخ است، اینجا مثال دوم تاریخ است. این تاریخ ما 2016 میگیریم. چیز days equal days end date کاما start date میبینی انتر میکنه. چند روز تیر شده؟ 65 روز نگه. اگر شاگرد دامو جی از زی ما دیز 360 بگیریم، همیشه بین دو تاریخ 360 تفاوت نشان میده. یک فنکشن داده چیز دیز 360 اینجا میم equal دیز 360 فرق بین اینی دیت و اینی دیت انتر 360 خب بالا نمیره. یا شاگردان اینی شکل نیست، 2016 مثال نیست، 2015 مثال ماه 11 اینجا میم اکوال دیز با این تاریخ ختم شده کاما با کدام شروع شده اینی 123 روز فرق میردن است. یعنی اینی دیز این نسبت یعنی مخرج 365 میگیره، دیگه 360 میگیره. یک روز مثال دی 5 روز دی چی میگه. ایدیت end month end date مثال میتوانیم که امره دیت ماه جمع کنیم، دیت ماه منفی کنیم. خب ببین equal ایدیت start date این date کاما چند ماه 3 ماه. نمبر آمد یا نامد؟ نمبر اینجا میم start date مای چندم بود اینجا؟ هفتم بود. 3 ماه که زیاد شد چند شد؟ دا اگر اینجا بی 7 ماه زیاد شد دا 2016 شد. اگر اینجا بی شاگرده میشه که 7 ماه منفی کنیم 2014 شد. اما دیت میتانستم که مان سرش زیاد کنیم، مان سرش از این بگر بانه کم کنیم. یا end of month یک فنکشن دیگه است اینجا این شکل کار میکنه. خب ای چی کار میکنه؟ میگه return the serial number of the last days of the month before or after the specified number of the month. روزای آخر ماه برات نشان میده. چک سر ببین 1/1/2015 یک دیت است. اگر ما بیم equal edit اینی تاریخ کاما 3 ماه امرای 3 ماه که از این تاریخ 8 شود چند میشه؟ 4 میشه نمیشه؟ 4 شد یا نشد؟ اگر بیم equal end of month اینی تاریخ کاما چند؟ 3 این روز اول در روز 30 بردن. ما برات گفتم که روزهای من در کجا میبرد؟ آخر میبره برات نشان میده. end of month برات نشان من جمع میکنم همراه چند ماه جمع میکنم دیگه ایش نیست. اما ماه روان که است تاریخش کدامش نشان میده؟ آخرش نشان میده. بعد از این hour ساعت ببینیش اگر در equal now خواه شروع کوز بر انتر hour یک فنکشن است equal hour از کدام؟ از این سیریل نمبر hour نیست. کدام سیریل نمبر که در hour نیست کجا؟ ما اینجا می دبل کوتیشن تایم میارم
4 بجاست نیست. اگر این رقم نشد equal hour دی، یعنی می توانیم که ساعت بکشیم. چی کشیده می توانیم؟ ایس او ویک نام دفتش د سال روان برید هفته شمار میکنه. خوب ای هم شمار میکنه شاگرده. کامنت دیگه هم داریم ویک نام. خب فرقش چیست؟ فرقی از منده شروع میکنه یا سنده شروع میکنه؟ یادتان باشه ایس او یک سیستمی مشخص است. ای از کدام روز شروع میکنه؟ منده. و ای از کدام؟ سنده. چکسم ببین. چی بود؟ ایس او ویکند بود یا ویک نمبر بود. خوبه میکوال نمیفهم که تاریخ و کنتو پلس سمیکالن اینی تاریخ هست نیست. هفته مای هفته بس کنه هشتم شروع میشه. نه نمیفهم که دی سال یک سال تقریبا 52 هفته هست نیست. از نگاه اینی تاریخ 53 هم نشان میده کنه چرا که منده شروع میده. 52 هفته نمیتونیم که هفته چندم است. فکرتان است؟ 10 سال equal ایس او ویک نام در کدام تاریخ دی انتر دی چندم روان است؟ دی 31 روان است. یعنی چی کار کرد؟ دیگه منیت داریم equal منیت دی انتر ابدال. اگر این رقم نشد equal منیت دبل کوتیشن انتر. یعنی در بین منیت در کوتیشن چی نوشته کردیم؟ تایم. از این باز کشیم. مانت میگه ماه برای ما بکش equal مانت از کدام؟ از این تاریخ انتر هفته است. یا equal مانت از کدام؟ از این تاریخ. معلومه بس از آن است. چی میکشه؟ مانت. این رقم نشد میتونی که آوار کسمی بکشه equal hour now قو شروع قوس بان انتر شد است. مانت هم میکسم equal month now. ضرور نیست که یک جای تاریخ نوشته کنی. سازه تاریخ کو میاشت نوشته کړی نیوم میاست. کنده سی 2015 سم نوشته کولی سی سوم میاست څنګه وکړه. نه دا بیا 0 بود بس. صفر رویا بس. اون میاشتی. خیلی نمیشه. و اکسل خود می سیستم دیت جور است میکشه. فکر دانه باشه. یعنی رقم نوشته کنیم مقابله چی میکنه؟ میکشه. خب اینجا باید به این شکل هم شما میتونی که مانت ناو یک فانکشن است. شده می فانکشن ها باشه. ناو که نوشته کنی پریزنت دیت دیده میتونی. همیش کار جبا شینه بود نوشته کو
present چی را دیده میتونی date and time. کی فهمیدی؟ نیفهمیدم سایمی کی فهمید؟ این فانکشن را فهمید؟ نفهمید؟ چه فکر میکنی که network days شدی چی کرد؟ پایین میبینی فانکشن ها؟ چه فکر میکنی؟ من جخصم مثلا در کدام طریقه از نتورک استفاده کردیم بخواهیم پیدا کنیم؟ در یکی مثلا یک کارمند رایجه کار میکنه وقتی که بخواهیم که روزای را مثلا کار کردن جمعه را یا روزای ساعتی از بکشیم شاید از استفاده کنیم تقریبا تو network days مثال یک کارمند است دی تاریخ کار شروع کنه نو دی کار سٹاپ کرده دی تاریخ رخصتی کرده این تاریخ هم رخصتی کرده صحیح equal اینجا ما میم network days network days دیگه فانکشن است network days dot initial است yes خیر equal از این تاریخ کاما یک date فانکشن مثال استفاده میکنم ای date network days returns the number of full work days between two dates. Equal days مثال ببین اول میبینیم که در بین end date به این تاریخ کار ختم کردی یعنی چند روز است؟ 153 روز. خب ما میخوایم که از این باید معلوم کنیم که رخصتی ها را باید بکشم equal پاک صفا نتورک صفا ورک دیز از این تاریخ start date کاما end date کاما کدام holidays است یعنی یک مثال یک دفعه ما فرمول بدون است
هالیدیز هیچ منفی نمیکنه. ببین نتورک دیز کدام تاریخ است؟ start date کاما end date 110 روز. صحیح. اگر خطی میکشم نتورک دیز start date کاما end date کاما کدام روز خطی؟ یه روز خطی میکشم. دیدین؟ یعنی کدام تاریخ که رخصتی واقع شده باشه رخصتی شما میتونی که بکش رخصتی شما کشیده میتونی. دیگه نتورک انیشن یا نتورک دیز اینی که از شما میتونی پارامتر بدی. چی داده میتونی؟ یک شرط واری اما این شکل. ببین return a number of whole days between two dates to custom weddings parameters custom دلخواه مثال equal network days initial date come on 1/1/2015 Kausban, comma, date 1/3 yeah 2015 خو یعنی ببین یک متفاوت است افروز زیر رخصتی کشید به شکل پارامتر درخواه اند یک ما افروز رخصتی آمد از کشید چه ورزی رخصت راگه؟ و ورزی دیگه باست دارید یعنی دی به شکل پارامتر نبود به شکل خود مثال یک هالیدی برش مشخص میکنی اینجا تنها نوشته کو دو صورت شما میدونی که نو یک فانکشن است اکوال همیشه که بخوای یک جای دیت تایم نو پیدا کنی نو نوشته کو کوس شروع کوس بانینگ نو میخوای که دی نو سال پیدا کنی مثال نوشته کو equal year now قوس شروع قوس بان انتر 2015 میشه که ماه پیدا کنی month now قوس شروع قوس بان هفتم است. میشه که روز پیدا کنی equal day قوس شروع now اینی روز شده. میشه که 7 سکند پیدا کنی مثال hour چی بد باشه نو قوس شروع قوس بان 16 equal میشه که دقیقه پیدا کنی منیت ناو دیت از اینجا شد تبدیل باش تبدیل باش اگر چند بگیره 29 دقیقه است. میشه که سکند پیدا کنی سکند ناو 36 سکند است یعنی سکند هم میتونیم که پیدا کنیم. میشه که شما month now جامعه 4 ماه که برای از 7 ماه جمع کنی میشه که به شکل منفی کنی یعنی از یک نو شما این فانکشن هست که همون رو خرید حساب کنه و یک نو دا 20 فانکشن میشه
ناو یعنی د ناو دیت این تایم جور میشه پس او را تجزیه میشه. ناو یک فانکشن است که همیشه میخواستی که دیت این تایم در اکسل پرزنت معلوم کنی باید ناو پرس کنی. وقتی که میگه که ادیت شوید یک فانکشن که دیگه اتومات عملی کنی ایرم اپدیت میشه. یک رتا نه اصلا month now سیده که اینجا اتومات چه میشه؟ هر فانکشن که در اکسل کار کنی و سابقه فانکشن هم چی میشه؟ اپدیت میشه. خونه خو مشکل نداره. سکند خواهم برات کار کنم. چیز؟ second equal second the kudam time double quotation shift plus control plus shift plus semicolon enter 0 second now show یا time است میخوای time value یا time است نمیفهم time است yes time که پیدا میکنی equal time سی از دو بجا time جورده اگر ازی time equal second یا time value time value equal time value اینی time با کود نمبر برد نشان میده equal معلوم نشده equal time value double quotation time double quotation enter با کود نشان داد یا نداد. اگر بخوای از این آلی سکند بکشی equal سکند از کدام از این time value نمبر باز اگر بخوای امینیت از کدام از این time value enter سیو بذار نه یعنی time value می توانیم که time با یک نمبر ببینیم شما لیده شو په نمبر سره لیدلی شو. today یک فانکشن است به نام today equal today قوس شروع قوس بند today تاریخی نیست equal today now today خود today از now ضرورت نیست. today اگر پرس کنی تنها date دیده میتنی امروزه اگر now پرس نوشته کنی باز هم date و هم time شاید این سوپر سال میکنم شما قرار گوش میکنی پیش میری. weekday چی کار میکنه مطلب ایش است که امروز چهارم است هفته یا سوم است Monday, Tuesday, Wednesday میبینیم خب میبینیم اینجا weekday دهی تاریخ یا دهی تاریخ این خوب سابقه است امروز است روز سوم است یادتانه یک شنبه دوشنبه سه شنبه سوم است یعنی در این هفته برای ماه که برای 10 سال معلوم کرده که هفته چندم است در سال شما میتونی که روز چندم است در هفته هفته دا کنه سنده او مانډي ټیوزډي درېما ګوره دلته اوس دا تاریخ دی که نه 28 مارچ دی دا تاریخ ګوره که چیرته ډېر شي ډونټ ټاک stupid
دا پنځه مانه شو صحیح د دې نه ځای که چېرته دا دویشت کو نو څلورم مانه که چېرته 19 شي ناوله ده صحیح دا فنکشن ویل weekday week نام برات گفتم اینجا ویک نام میکرده خب منده شروع میکرده یا از چی شروع میکنه؟ سنده اکوال ویک نام دایی تاریخ چندم هفته است 48 چلا که ماه 11 تقریبا 12 میشه میبینی؟ اگر تاریخ اینجا مثال ما میخوایم که ماه اول است میگه هفته پنجم روان Workday returns the serial number of the date before after specified number of the work days. Check some function. Work days. Start का अधिकार ببین भाई तारीख कार शुरू कर दी तकरीबन 78 रोज कार कर दी खुदाई रोज़ा मिसाल अगर उस खतीब में हो आलमी है कि आज 78 इन्हीं तारीख कार शुरू करी खो मुकम्मल चंद रोज कार करी 78 रोज कार करी पास में ऐसी पास एक तारीख जुड़ करी कदम तारीख में कार कर दे सही ता कदम तारीख में कार कर दे इंजे बिरबी work days would equal work day भाई तारीख कार शुरू कर दा कामा चंद रोज कार का दफ्तर दाश रोज कदम रोज उस खती का इन्हीं रोजा रोज खती का आलिसी पास तारीख जुड़ शुदा इंजा बिया तकरीबन 11 16 تا 11 کار رخصتی را کشیده اگر انیشال به انیشال شما میتونی اسپسیفاید کنی پس چه کنی؟ این شکل ازی واری باید کار کنی این چی که ما کار کنی با هلپ date function year آسان است equal year از این تاریخ مثال کدام یا سیریال نمبر ای سیریال نمبر سال میکشه 2015 و year ای خو year فنکشن بود ورک دیز برای گفتم که دات انیشال باید کار کنی بخاطر چی پارامیتر باید بدی و year کس ای خو آسان است و year کس فراکشن مطلب کسر باید دو تاریخ باید به شکل کسر نشان بده equal equal year fraction اینی تاریخ کاما اینی تاریخ با این دو تاریخ به شکل چه نشان میده فراکشن نشان میده با کدام شکل کسر این کدام فنکشن بود مربوط دیت میشون یہ ما ریکارڈ هم کردیم ما یک فنکشن ریکارڈ نکنیم به شکل چون که تقریب میشود خب شما نمیتونی یاد آلی بیری هر کدامش اگر زیاد مشکل داشتی که یک فنکشن یعنی چی مانا کلیک کو سرش هلپ کرو
شاید بشه که یا آنلاین که باشه هم آفلاین هم کار میکنه. بس هستی لوکاپ رفرنس برات شروع کنم.